ببینیم محاسبه خطر برای توارث وابسته به جنس مغلوب به چه شکلی هست. در مورد بیماری‌های مندلی این الگوی توارثی دارای پیچیده ترین محاسبات مربوط به میزان خطر هست. در بیماری‌هایی که وابسته به جنس وخیم هستند، اغلب پسران مبتلا قادر به تولید مثل نیستن. پس این بیماری فقط از طریق مادران حامل سالم منتقل میشه. مادر حامل میتونه ژن بیماریشو به نیمی از دخترانش بده و باعث حامل شدن اونها بشه. نیمی از پسران بیمار میشن، نیمی از پسران هم سالم باقی میمونن. در واقع در این شکل شما دارید مشاهده میکنید که در اینجا پدری رو داریم که توارث وابسته به جنس مغلوب رو در واقع داریم مشاهده میکنیم. کروموزوم ایکسش رو به هر دو دخترش داده و دختران حامل هستن. حالا دختران حامل مادر پسر بیمار هستن و دخترانشون میتونن حامل باشن یا سالم باشن. به هر حال ما انواع روش های انتقال ژن رو داریم در این شجره‌نامه مشاهده میکنیم. اما در مورد توارث وابسته به جنس مغلوب دو مورد وجود داره برای محاسبه میزان خطر. یکی موارد ایزوله هستن. اگر یک زن داره یک پسر مبتلا باشه و هیچ پیشینه خانوادگی هم وجود نداشته باشه، ما تو این حالت میگیم مورد ایزوله هست. حالا این زن سه حالت ممکنه داشته باشه. یعنی چی؟ میتونه حامل آلل جهش یافته باشه، یا اینکه بیماری میتونه در اثر جهش جدید به وجود اومده باشه، و یا اینکه زن دارای موزاییسم گونادی در این جهش باشه که این جهش در اولین تقسیمات میازی در طول تکوین جنینی رخ داده باشه که خطر عود مجددش برابر هست با نسبتی از تخمک‌های حامل آلل جهش یافته، یعنی یه عددی بین 0 تا 100%، که در عمل خیلی مشکل میشه بین این سه تا احتمال تمایز قائل شد، مگه اینکه آزمایش‌های مطمئنی برای تشخیص حاملین در دسترسمون باشه که البته امروزه با آنالیزهای مولکولی نوین خیلی امکانش زیاد هست. اگر مشخص بشه که زن حامل هست، محاسبه میزان خطر خیلی راحته. اما اگر آزمایش‌ها نشون بدن که زن حامل نیست، احتمال خطر عود مجدد خیلی کم هست، اما به دلیل وجود موزاییسم گونادی قابل چشم‌پوشی نیست. مثلا در بیماری DMD دیستروفی عضلانی دوشن تخمین زده شده که در بین مادران که فرزندان بیمار ایزوله دارن تقریباً 2/3 حامل هستن، 5 تا 10% موزاییک گونادی دارن و 25 تا 30% موارد در اثر جهش‌های جدید یا حالت‌های دیگه اتفاق افتاده. حالا جدا از عامل پیچیده کننده موزاییسم گونادی، محاسبه میزان خطر برای موارد ایزوله امکان پذیر هست. در این شجره‌نامه شما در واقع دارید فرد 3-1 رو میبینید که مبتلا هست به دیستروفی عضلانی دوشن که یک مورد ایزوله هستش. یعنی چی؟ یعنی فاقد پیشینه خانوادگی از این بیماری توی خویشاوندانش هست. مشاوره گیرنده رو که با فلش نمایش داده فرد 2-5 هست که میخواد بدونه آیا اون هم در معرض خطر داشتن پسر مبتلایی هست یا نه. حالا برای محاسبه خطر مربوط به اون باید خطر مربوط به مادرش یعنی فرد 1-2 که فردی حامل هست محاسبه بشه. برای محاسبه نیاز به در نظر گرفتن نرخ جهش یا مو هست که آی2 در این مورد یعنی فرد 1-2 در این مورد یک مشاوره گیرنده کاذب محسوب میشه. اما یک حالت دیگه ای داریم به نام در نظر گرفتن نتایج تست های تشخیصی حاملین. در بعضی از موارد آنالیز جهش در دسترس نیست. آزمایش های بیوشیمیایی برای تشخیص حاملین بیماری های وابسته به ایکس مغلوب سودمند هستند، اما متاسفانه اغلب بین مقادیر حاصل از کنترل ها و زنایی که
در اونها وضعیت حاملی تایید شده همپوشانی وجود داره. مثلا در مورد این شجره‌نامه‌ای که مشاهده می‌کنید در بیماری DMD کراتین کیناز در 2 نفر از هر 3 حامل اجباری افزایش پیدا میکنه. در یک حامل احتمالی مثل فرد 2 در این شکل که مشاهده میکنید حامل اجباری هست، حامل احتمالی در فرد 2 سطح کراتین کیناز طبیعی هست که این نتایج حامل نبودنش رو بیشتر تایید میکنه.